فقط یه خدا وجود داره و فقط خدا را باید پرستید. بندگان خدا را نباید پرستید. پرستیدن بندگان خدا شرکه. اساس اون مفهوم آزادی اینجاست. انسان‌ها همه به صورت برابر یه حقوقی دارن و یه توانایی‌هایی دارن. هیچ کس نباید به کسی دیگه دستور بده. اداره جامعه با دستور کسی نباید اجرا بشه. قانون باید حاکم باشه، نه آدم، نه یه اراده خاص. اراده خاص حاکم بشه میشه استبداد. قانون حاکم باشه آزادی تحقق پیدا میکنه. آزادسازی میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه دولت فضولی تو کار مردم نکنه. من میخوام یه کالامو به یکی بفروشم، شما چرا اومدی قیمت میذاری براش؟ اون راضی، من راضی، بذار بفروشم. من آدم سیاسی نیستم ولی حرفام به شدت سیاسیه. بله سیاسی. مگه میشه تا آب خوردن تو مملکت سیاسیه؟ درسته؟ اولین اقدام از نظر سیاسی که یه شهروند مستقل بشه استقلال اقتصادیشه. مستخدم نوکر دولت نباشه. فضیلت انسان به آزادیه. یعنی چی؟ ما کوتاه بیایم از آزادی، دولت ناراحت میشه. خب بشه، از چی میترسیم؟ شأن انسانی خودمون رو باید حفظ بکنیم.